درود. امروز میخوام در مورد یکی از جشن‌های مهم ایرانی براتون بگم که به اندازه نوروز شناخته شده نیست، اما به اندازه نوروز مهم و کهن هستش. جشن مهرگان، جشن مهر، خورشید، دوستی و پیروزی نیکی بر بدی. در ایران باستان واژه مهر چند تا معنی داشت. یکی خورشید بود، یکی عشق و پیمان و دوستی و یکی هم ایزد مهر، نگهبان روشنایی و راستی. پس مهرگان یعنی جشن خورشید و روشنایی، جشن پیمان و دوستی، جشن مهر. این جشن در 16 مهر ماه یعنی در اواسط پاییز برگزار می شد و این روز رو روز مهر می گفتن و معمولاً 6 روز زمان می برد جشن. 3 روز برای شاهان و پادشاهان و بزرگان و 3 روز برای مردم. تقریباً مثل جشن نوروز که چند روز طول می کشه. اما چرا این روز مهم شد؟ در اسطوره‌های ایرانی اومده که در این روز فریدون بر ضحاک ستمگر پیروز شد. ضحاک همون پادشاهیه که مار بر دوش داره و سالهاست بر مردم ظلم و ستم میکنه. اما فریدون اونو شکست میده و در این روز مردم دوباره آزاد میشن و شادی میکنن. همین خاطر مهرگان همیشه نماد پیروزی نیکی بر بدی و نور بر تاریکی. در تاریخ واقعی هم جشن مهرگان بسیار مهم بود، مخصوصا در دوره ساسانیان. در اون زمان جشن مهرگان بعد از نوروز بزرگترین جشن درباری بود. شاهان لباس ارغوانی یعنی لباس مخصوص مهر می پوشیدن، به مردم بخشش می کردن و روزی بود که فرمانهای مهم هم توی اون روز صادر می شد. مردم سفره رنگارنگ می داختن با انگور، انار، شیرینی، آجیل، سیب، گل، ریحان، شراب، عود. لباس نو می پوشیدن و به هم هدیه می دادن. مثل سفره عید نوروز بود، ولی با رنگ‌های پاییزی و میوه‌های فصل. شاید براتون سوال باشه که چرا جشن مهرگان مثل جشن نوروز زنده نیست. بعد از ورود اسلام، جشن‌هایی که رنگ و بوی آیین زرتشتی داشتن متاسفانه کم کم به حاشیه رفتن و جشن نوروز به خاطر اینکه در آغاز سال بود و مردم کشاورزی می‌کردن موندگار شد. اما جشن مهرگان چون در ستایش ایزد مهر بود متاسفانه کم 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 رنگ شد. و مورد بعدی این که متاسفانه حکومت‌های اسلامی به جشن‌های ایرانی اهمیت نمیدادن و حتی خیلی از اونها جلوی این جشن‌ها رو می‌گرفتن. مورد بعدی این که جشن نوروز به خاطر اینکه در ابتدای سال بود و مردم کشاورزی می‌کردن از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار بود. اما جشن مهرگان به خاطر اینکه در اواسط پاییز بود متاسفانه کم کم اهمیت خودش رو از دست داد. اما خوشبختانه هیچ وقت کامل از بین نرفت و امروزه در میان ایرانیان زرتشت یزد و کرمان و پارسیان هند این جشن برگزار میشه و مردم درش شادی میکنن و مهرگان رو پاس میدارن. خیلی از ایرانی ها هم دوباره به این جشن توجه کردن، به این خاطر که یادآور شادی و ریشه های فرهنگی ماست. مهرگان این جشن زیبای باستانی برای امروز ایرانمون چند تا پیام داره. اونم اینه که نیکی همیشه بر بدی پیروزه. عشق و دوستی اساس پایه زندگی انسانیه و اینکه تاریخ و هویت ما پر از شادی و زیباییه. امیدوارم امسال مهرگان برای هممون پر از نور، پر از عشق و پر از دوستی و پر از آزادی باشه.